و در آیت 157 آل عمران الله متعال میگه ولئن قتلتم فی سبیل الله، اگر شما قتل شوین یعنی کشته شوین فی سبیل الله در راه الله سبحانه و تعالی، او متم یا بمیرین، لمغفرة من الله، دیگه خب مغفرت است از جانب الله، و رحمت الله است، خیر مما یجمعون، از او چیزهایی که اینا جمع آوری میکنن از کل زوگه این بهتر است. چرا وقتی که یک انسان در جهاد میره، گیریم در جهاد رفتیم و کشته شدیم و شهادت الله نصیب کرد، دیگه خب مغفرت است، الله تمام گناه ها را میبخشه و اینجا مستحق رحمت الله میشین. ولئن متم او قتلتم، میگه اگر فوت کردین و یا کشته شدین، الی الله تحشرون، شما خنقص نمیکنین، به طرف الله حشر میشین. باز انال شهدا چی مقام دارن که باز شهدا در پیش الله رزق میشن و روزی میخورن. بل احیاء عند ربهم، اونجا زنده هستن و پیش الله یرزقون، به جنت الله میرن. آیا دیگه کدام نقص است؟ طبعا هیچ نقصی در این است.